وقتی که داخل طبیعت بی و پرنده ها اینجور سر صدا بکنه یعنی یه خبرایی هسته، یعنی یه مار چیزی اونجا هسته. حالا ما بریم ببینیم اونجا آیا واقعا مار چیزی هسته که پرنده ها دارن سر صدا میکنن، همدیگه رو خبر میکنن. ببین این حرکت ها وقتی که احساس خطر میکنن، الان همین پرنده ها همین دارن یه حرکت میکنن، یعنی این که قسمت باید حتما باید مار بود که اینا دارن حرکت میکنن، احساس خطر کردن و دارن به همدیگه اطلاع میدن. بریم بگردیم میریم. آها بریم گفتیم مارن ایناش، الان نشون میتونیم که اینجا ماره قشنگ. این مثل یه چوب رو شاخ، چقدر بزرگی این مار. رفت تو بالا. کجا؟ این کجا رفته؟ رفت تو بالا دیگه، دست ما بهش نرسه. ای آقای مار